دعوت میکنم از برادر گرامی مهدی اسماعیلی نماینده محترم میانه که نطق 7 دقیقه خودشون رو شروع بفرمایید. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. چقدر اینا بالا هستن. با سلام خدمت نمایندگان لاشخور مجلس شوربای اسلامی. برادران توجه کنید. همونطور که مقام عظمای ولایت فرمودن حد که آقای روحانی رو شما نباید حرمتی بکنید. آخه چه کاری آخه شما این حرف رو میزنید؟ آخه بنده هم به تبعیت از فرمایش مقام عظما اعلام میدارم این رئیس جمهور الدنگ که با بصیرت خودش تمام تپه‌ها و ارتفاعات نظام رو مورد عنایت قرار داده باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنه. بنده به شخصی ایشون رو از 60 پا آویزونش کنم. بله چه کاری آخه؟ بنده در کمال احترام با آقای روحانی میگم آخه مردی که جلوم بود این چه وضعیتی که تو درست کردی آخه؟ در حالی که تو قطر دارن جزیره درست میکنن عربستان بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان رو درست میکنن. تو دبی اولین شهر مثقف جهان رو دارن درست میکنن. هیئت دولت با کمیسیونای مجلس دنبال مهار قیمت تخم مرغن آقا. یعنی چه آقا؟ گوش کن، من تو مدرسه صدای شترمرغ در می آوردن بیشتر به من توجه میکنن تا اینجا تو صحنه علنی مدرسه ها. دقت نمیکنی شما؟ نکته دومی که میخواستم عرض بکنم اینه که این روزا داریم به سالگرد آسمانی شدن حاج قاسم نزدیک میشه. بنده پیشنهاد میکنم اسم یکی از غذاها رو هم من به نام سردار قاسم سلیمانی بذاریم. به نظر نه میرزا قاسمی خیلی بابا چی؟ کتلت؟ نه بابا دیگه اصلا زاییه که حاج قاسم کتلت اشکنه که بدم میاد دیگه آقا ولش. نه مثلا میخوام بگیم شما حاج قاسم اشکنه داریم. نه اصلا ولش کن آقا نخواستی. آقا گوش کن امیر این خوابیده چرا؟ بابا آقایون تو کره شمالی طرف تو مجلسش چرت زد با ضد هوایی درازش کردن. حالا ما خب از این قوانین نداریم وگرنه یه نماینده مجلس هم اینجا زنده نمیموند که. نه آقا جدی. نکته سوم اعتراض به دستگاه سیاست خارجی دولت تهدید هسته. آقا این چه افتضاحیه؟ یه زمانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود. علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس بود. علی اکبر ولایتی هم وزیر خارجه. علی اکبر معتصمی وزیر کشور بود. اصلا چنان پیچیده بودیم انقدر با اقتدار کار کرده بودیم که بعضی خارجی‌ها فکر می‌کردن علی اکبر یه لقب دولتیه. در صورتی اینا اصلا با هم باجناق بودن، پسرم دخترم بود. آقا یه لحظه. نه جدی. آقا آقایون لاشخورا الان مردم مشکل معیشت دارند. به پیشنهاد بنده در همین راستا باید 200 میلیون به حساب هر نماینده ریخته بشه. مردم مشکل مسکن دارن، به هر نماینده باید 300 میلیون وام بلاعوض داده بشه. خب آقا مردم مشکل خودرو دارن. آقا این دناپلاس نماینده ها چی شد آقا؟ مردم مشکل سلامتی دارن. این واکسن جدید که قرار بود به آقازاده‌های نماینده ها بزنن این چی شد؟ می‌بینید؟ مردم مشکل تحصیلات بچه‌هاشون رو دارن. این بورس تحصیلی پسر کوچیکه من کامبیزمون من نمیدونم چی شد آخه من حدکیدم تو حرمتت آقای رئیس جمهور. چه کاری آخه؟ ببینم من واسه مظلومیت مقام عظما که گیر شما فریب خورده های غربگرا افتاده. آخه چقدر آخه بدشانسی. اگه مقام عظما میوه بود نارگیل میشد رو بلندترین درخت دنیا، حتی میمونا هم حاضر نبودن برای به دست آوردنش چیز کنن. آخه چقدر بدبخته. اصلا نمیخواد این نگی بلش. در آخر بنده یک پیشنهاد سازنده دارم که به اقتصاد مملکت کمک میکنه. به نظرم روی این خودپردازا آبربانک‌ها هست اینا بنویسیم لطفاً برای احراز هویت بدون ماسک روبروی دوربین دستگاه بایستید. بعد هر کامل یارانه 45000 تومانی شده بگیره تا ماسکش برداشت عکسش بگیریم بگیم شما به جرم نزدن ماسک 500000 تومان جریمه میشید. مدرک هم داریم 455000 تومان رد کن بیاد. بعد میگم جان آقای نماینده لاشخورا بعد میگم امیر گوش کن آقا با یزید تو. آقا دجید. آقا من الان میخوام از داروی ضد کرونا رونمایی کنم. هی میگن کرونا. آماده اید؟ نفس حبس. به نظر بنده داروی ضد کرونا چغندر با روغن بنفشه. آی چه مملکتی شده آخه.
تکنولوژی دنیا شده آیپد، آیفون، آیمک. بعد تکنولوژی ما آی دلار، آی مرغ، آی کرونا، آی نمیدونم میوه، آی انار، آی انار، بیا به بالینم شبنم گل نار، بیا به بالینم هر کس میبینی آقا بیا آقا هر کس میبینی بیا آقا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیر یزیدته. آقا رئیس خداحافظ.